بیننده عزیز باری دیگر برای شما درود میگم و امیدوارم که ما توانستیم مشکل تکنیکی را برطرف کنیم و صدای ما برقرار شد. شعله گلخوجه هستم که بار دیگر برای شما سلام میفرستم در صبح بر وقت از شهر پراگ جمهوری چک و ساعت با وقت اینجا 7:10 است، با وقت دوشنبه 10:10. تشکر میگم که شما ما را پیگیری دارید و حتما در جریان خبر و گزارش‌های تازه تاجیکستان و جهان خواهید بود، چون ما تلاش میکنیم که تازه ترین خبرها را به سهم شما برسانیم. همین چند لحظه پیش چند کاربر رادیو آزادی به ما خبر دادند که در یکی از بازارهای کلانترین ولایت سوخت انیخترش در شهر خوجند بازاری ساختمانی سوخته ایستاده است با نام برکت که در اونجا بیشتر مسائل ساختمانی به فروش گذاشته می شود و اکثر محصولاتی که در بازارهای شهر دوشنبه هم فروخته می شود از همین بازار دسترس کرده می شوند و تا این لحظه چند عکس هم در اختیار ما گذاشته شده است و ما تلاش میکنیم که در جریان روز این موضوع را پیگیری کنیم و سبب‌های با عمل آمدن سوختار رو برای شما بگیم و همچنین بگیم که تا چه حد این سوختار به بازار و تاجران آن ضرر رسانده است. اما بازم رو میارم به یک موضوع دیگر که به فلاکت طبیعی وابسته است، انیخترش به زلزله در اندونزیا. روز گذشته ملی رحمان در رابطه با این زلزله شدید و فاجعه بار به رهبری آن کشور جوکو ویدودو برخی تسلیت فرستاد. در این برخی نسبت به هلاکت رسیدن و جراحت برداشتن تعداد زیادی شهروندان اظهار همدردی شده است. باید بگم که زلزله پرشدت در جزیره لومبوک اندونزیا روز 5 آگوست شروع شد. سخنگوی آژانسی کاهش خطرهای طبیعی روز 6 آگوست گفت که در پی زلزله در قسمت‌های شمالی جزیره خسارات عظیمی به وجود آمد و باعث مرگ انسان‌ها شده است. او گفت که گروه‌های نجات بخش هنوز نتوانستند همه گمشده‌ها در این حادثه را پیدا کرده شماره واقعی قربانی‌ها را حساب کنند، اما به هر حال تاکنون شماره رسمی قربانی‌ها به 98 نفر رسیده است. مقامداران اندونزی میگویند که بعد از زمین جنبی برابر به تخمیناً 7 درجه چنکی ریختر از روز یک شنبه به این طرف باز کمش 120 زلزله دیگر که ضعیف‌تر بودند به قید گرفته شدند. سیاحان خارجی تلاش دارند در جزیره‌های خرد که استراحت می‌کردند آنجا را ترک نمایند. کمیته حالت‌های اضطراری این کشور میگوید اکثر قربانی ها در نتیجه فروریزی بناها وفات کردند و زلزله هزارها منزل زیست را ویران نمود. در همین حال در امریکا رئیس جمهور این کشور دونالد ترامپ فرمان صادر نموده تحریم ایران را برقرار کرده است. در مهمه پرزیدنت ترامپ امریکا را از سازش هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران بیرون برآورد. سال 2015 ایران با جامعه جهانی سازش هسته‌ای بخش بزرگ تحریم‌های جمهوری اسلامی را لغو کرد. در جواب ایران از پیشبرد بخش حساس هسته‌ایش دست کشید. در حالی که ترامپ تحریم ها را برقرار کرد، کشورهای اروپایی سعی دارند سازش را حفظ نمایند. روز دوشنبه پرزیدنت ایران پیشنهاد آمریکایی ارزیابی سازش نو با ایران را قبول نکرد. بعضی از تحریم های جاری شده سر از نیمه شب 7 آگوست و باقی مانده از 5 نوامبر به حکم اجرا می‌دارند. تحریم اساساً صنعت نفت و بهره‌نوردی ایران را در بر میگیرد. این موضوع را نیز ما کوشش میکنیم در جریان روز پوشش بدیم و در برنامه خبری نیز در این باره برای شما تفصیلات بیشتر را پیشنهاد کنیم. خب در رابطه با قضیه قتل هویدا تیلوزاده 5 ساله دخترک تاجیک که ماه گذشته در سرپوخوی روسیه تجاوز و بدن کشته شد، بعضی تفصیلات نو دسترسی ما گشت. از جمله معلوم شد که سازمان‌های جمعیتی روسیه موشکافانه کارهای تفتیشاتی را در این زمینه پیگیری دارند و برای جمع‌آوری کمک پولی برای والدین هویدا هم آنها اقدام نشان می‌دهند. طبق حسابات سازمان جمعیتی صدای پدافیل تا حال حاضر برای این خانواده 245,000 روبل روسی جمع و فرستاده شده است. این مبلغ هم برای راهگیری و هم برای طبابت فرزند معیوب این خانواده پیش بینی شدند. همچنین این سازمان میگوید که با مفتش پرونده قتل دخترک 5 ساله تاجیک و گمانبر این قضیه الکساندر سیومین صحبت داشتند و این مفتش وعده داده است که به سیومین زندان 1 عمر تهدید میکند و او نمیتواند که خود را از جزا خلاص کند. خب این خبری هم هست که در حال تحول است و ما حتما اگر باز خبری نوی در این رابطه دسترسی ما شد ما این رو برای شما پیشنهاد خواهیم کرد. حالا رو میاریم به ولایت ختلان که گفته می شود در نیم سال جاری در شهر و نواحی ولایت ختلان بیش از 10 قرار رئیسان شهر و نواحی بیکار شده است که اکثریت آنها وابسته به زمین بودند. در این باره از دادستانی ولایت ختلان ضمن یک نشست خبری معلومات دادند. از جمله امیربک تیمور رئیس نویه یوون گفته است که قرارهای او بعد اعتراضهای دادگاهی بیکار شده است، ولی از گفته آنکه چند قرار بیکار شده است او خودداری نمود. در همین حال حقوق‌شناسان میگویند که
چندین حالت بیکار کردن قرارهای زمین صادر میشوند که در نتیجه به کشاورزان و خواجگی‌های دهقانی و آنهایی که میخواهند خانه بسازند ضرر میرسانند. از سوی دیگر دوستان ولایت ختلان از افزایش معاملات غیر قانونی زمین نگرانی کرده است. از جمله گفته شد که تنها در نیم سالی همین سال وابسته به چنین عملکرد نسبت 55 منصبدار این منطقه پرونده و حتی پرونده جنایتی هم باز شده است. خب در ازبکستان باشد جسد یک مقامدار بلندپایه میلیسا رو پیدا کردند که ظاهراً با ضرب کرد به قتل رسیده است. رسانه‌های ازبکستان دیروز خبر دادند که رئیس ریاست خدمات گشت و حفظ حقوق و ترتیبات که به نام کوتاه PPS معروف است 4 август جسدش را در کابینت کاری پیدا کردند. گفته می شود که در تن پالکوونیک دلشاد اکراموف ضرب کرد نمایان بوده است. اکراموف در گذشته سرداری ریاست جلوگیری از جنایت‌ها در شهر تاشکند بوده. ماه گذشته سرداری ریاست به اصلاح PPS تعیین شده بود. خب حالا برمیگردم به تاجیکستان که در اینجا هم خبرها زیاد هستند. از جمله مقامات معارف نظام تعطیل‌های تیرماهی و بهاری را برگردانده است. در سال خونی نو تعطیل یک ماه زمستانی برهم خورده، جای آن را 3 تعطیل یک هفته‌ای گرفت. عاصم کریمزاده مدیر معارف سوخت گفت که طبق نظامنامه نوی هیئت مشاوره وزارت معارف در مکتب‌های تحصیلات عمومی همگانی تاجیکستان تعطیل یک ماه زمستانی برهم داده می شود و به جای آن خوانندگان بعد جنبست هر چهارک تحصیل تیر ماه زمستان و بهار یک هفته تعطیل میگیرند. سال تحصیل 7 ایون به انجام میرسد و امتحان ها هم آغاز می‌یابد. و از جمله گفت که حالا متخصصان حساب کرده هستند که امتحان ها در مکتب تا کی ادامه خواهند کرد و روز آخر امتحان ها را هم اعلان خواهند کرد. قبلا سال خونیش در تاجیکستان 1 سپتامبر سر شده 25 می زنگ آخرین صدا میداد و مقامات معارف تا 7 ایون در شدن سال تحصیل را به زیاد کردن ساعت‌های درسی فن‌های دقیق در مکتب‌های تحصیلات عمومی همگانی کشور ربط می‌دهد. این کار به گفته مدیر معارف سوخت به خاطر استاندارد جهانی جوابگو نمودن برنامه تعلیمی مکتب‌های کشور عملی شده است و این هم در حالی است که آخر ماه می امسال بیش از 600 پدر و مادر با رسول یک نامه به حکومت کشور خواستاری برگرداندن زنگ آخر به روز 25 می شده بودند. آنها از طولانی بودن سال تحصیل که بدون استراحت در موسم تیرماه و بهار و در گرمای تابستان تا 7 ایون ادامه می‌کرد نگرانی کردند. خب والدین انتظار داشتند که درخواست آنها به نظر گرفته می شود ولی طبری دیده می شود تحصیل تا 7 ایون باقی مانده است. خب بیننده عزیز البته خبرها زیاد هستند و من بعد از 3 ساعت دیگر خبرهای بیشتر از این را به سهم شما خواهم رساند و یک خبر مهم دیگر هم این است که پرزیدنت تاجیکستان طرح اصلاح شده کدکس جنایی را امضا کرده است که بر اساس آن برای دعوت به تروریسم در اینترنت که برای کاربران اینترنت خیلی مهم است و یا طرفداری از فعالیت تروریستی رو در شبکه‌های اجتماعی جزای سخت منتظر خواهد بود. دفتر مطبوعات ریاست جمهور امام علی رحمان در برابر چند سند دیگر گفته است که مثلا در کدکس جنایی هم تغییرات وارد کرده است که در آن برای با استفاده از اینترنت به عمل آوردن دعوت عمومی برای صادر نمودن جنایت‌های خصوصیت تروریستی داشته و یا سفیدکنی عمومی فعالیت تروریستی جوابگری جنایتی مقرر کرده شده است. یعنی اگر مثلا همین گونه جنایت به نظر برسد برای مجرمان تا 10 سال زندان پیش بینی می شود. از حتی تا 15 سال هم است. از 10 شروع می شود و تا 15 سال. خلاصه اگر میخواد تفصیلات این خبر رو بفهمید پس رو بیارید به سامانه ما www.azadi.org. شما رو بعد از 3 ساعت دیگر من در پخش مستقیم منتظر می شوم.